عزیزان امیدوارم که یک بیمه یک بار میره بسیار ببخشید. سلام احترام آداب رسه و کلی عزیزان، امیدوارم که روزی خوب داشته باشین، صحتی سلامتی داشته باشین. امروزه سخن ما یک چند مسئله بگوییم که در تاجیکستان و مفکوره مردم تاجیک یا مردم تاجیکستان می رود. ببینید عزیزان، من یک چند نوار در مسئله تاریخ کرده بودم و عزیزانی که بگیم که همون زیر کامنت می نوشتگی گویم همون تاجیکستانی ها زیر کامنت می نوشتن که کلن یعنی امنیت کجا را نگاه میکنه، چرا را زندان نمیکنه، نمیدونم نیسته یگان شر نره میره بکشه. خلاص یعنی که کلن همون کامنتاری ها گویم همون تهدید، قتل، کشتار و همین چیزا عباره بود. میشه ببخشید درست کنم چرا. عزیزان ببینید، برای کشتن یک کس، زندان کردن یک کس، این تاریخ شما، این تمدن شما اصلا درست نمیشود، یا این دروغ های بافته هایی که هست اینا برگشته ساز نمیشود. اینا درست درک کنید و خودی استالین باباتون هم همیره کرد. بازی برمیگردیم سری یک جوانی هست با نام الماس، در همین تیک توک ها میبروید. من پرزیدنت میشم میگه. خب دعواش همی هست، من پرزیدنت میشم. البته او خواهش او هست، او بگیم عقیده او هست، او میتونه که هرچی خواه شدن یا هرچی میخواه بشود یا گفتن طلب کردن حق دار. البته که مردم و خلق طرفدار حل میکنه که آدم شوه یا نشوه. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند بلاگرهای یا نمیفهم لاشکخورهای خودی که با نام بلاگر استفاده میبره که امروز میدیای تاجیکستان در دست ما دادگی است. یکی از اونا خانه همو را رفته به نوار گرفته است، با ما هزارها روان میکنه، خیلی زیاد روان میکنه. و خانه او یک خانه لایی است، گلی گویم هم گلی خانه هست، خانه عادی ساده و تیرزا نداره، شکستگی در تیرزا کلیانکا زدگی، شرایط نداره. البته میفهمیم و با ما روان کرده استن. باز می نویسن که ببین الماس میخواد پرزیدنت شوه، خانه ای را ببینی، این خانه شو آباد کرده نمیتونه، چه شکل میتونه وطن آباد کنه. عزیزان، امام علی رحمان در کدام شرایط کلان شده بود؟ خانه امام علی رحمان از چی ساخته بود؟ از غشت طلا. چرا امام علی تونست پرزیدنت شده ای نمیتونه؟ سوال میوه. و مسئله دیگه مقایسه کنین، مسئله دیگه مقایسه ما شرایطی که الماس در آلمان زندگی میکنه چی شرایط داره. الان بریم ببینیم خانه، ماشین، بهترین خانه، بهترین ماشین، بهترین معاشش، یعنی که همون کران در کار میکنه، همون ساختمان در کار میکنه، کران افش، بهترین زندگی داره، خانه بهترین، ماشین بهترین، شرایط بهترین داره. چرا در تاجیکستان الماس برای خودش شرایط بهترین ساخته نتونیست؟ گفتگی سوال در جواب بده. پس اینجا گناهگار الماس نیست، اینجا گناهگار خودی امام علی رحمان با همون شرایطی که آفرید الماس برای خودش خانه ساخته نتونیست. اینجا نفرت یا نمیفهمی مسخره کردن به الماس نیست، با امام علی را مسخره کنید، با امام علی گپ زنید که چرا امام علی رحمان ته ببین که یک المازی که در اینجا این خانه را داره، در آلمان این خانه را داره. یعنی اینجا عیب بیته است که برای یک مردم شرایط آماده کرده نتونستی که مردم برای خود یک زندگی بسازن. این همی الماس در همی جمع همی کرانفشی که همی کار میکرد، اینه در آلمان هم همی را کار میکنه. چرا در آلمان شرایطش بهترین است، چرا در تاجیکستان اینه احوال خانه کرد؟ پس اینجا سوال به امام علی میوه. امام علی شرایط کرده نتونست برای مردم که مردم
برای خود یک زندگی بسازه در تاجیکستان. همین گریختنی مردم 2.5 میلیون در روسیه گریختن رفتن مردی کاری میکنن بیچاره و باقی مونده آلمان و اروپا گریختن رفتن، باقی مونده امریکا گریختن رفتن. یعنی سبب چی بود که اینو گریختن از تاجیکستان؟ میفهمی نمیره؟ یک مقایسه کنین اینجا مسخره نه. همین مسئله که اگر شما سر همین مقایسه کنید که چرا الماس در آلمان بهترین ماشین داره، بهترین خانه داره، بهترین در خونش خلدنی که شهوی میکنی پروداکت و در صورت حساب شهوی میکنی، در صورت حسابش 20,000 دلار پول دیگه، یورو پول دیگر داره در صورت حسابش. کودکاش بهترین مکتب میخونه، بهترین لباس داره. چی با همین جوان در تاجیکستان کار میکرد می شرایط نداشت؟ پس اینجا شرایط آفر اینجا عیب داره، نه خانه گلی الماس. خب این می است بگیم که گروه احمقی شما سر اینمی میروه که چرا الماس ببینید شرایطش نیتره پرزیدنت شوه، بهترین پرزیدنت میشوه. برای که اینمی انسان دید، مقایسه کرد، تاجیکستان و آلمان مقایسه کرد، بهترین پرزیدنت میشوه اگر شوه. چرا نمیتونه شده؟ چی خیلی امام علی خوراک نداشت بخره، گفت در خانمون اوچم شیر قطیق همه چی را ارالش میکرد و ما خوراک تیار میکرد، از هیچ چوشه ما 24 نمود اوقات تیار میکرد. چرا امام علی رحمان تونست پرزیدنت شوه الماس نتونه یا دیگر کس نتونه؟ خب بین اینمی سر احمقی مردم اینمی جا میروه. اینمی جا ما میتونیم که مردم هم افکارش بها بتیم و خود امام علی رحمان هم افکارش بها بتیم و خود اینمی سیاستمدارا هم افکارش بها بتیم و خود بلوگرایی که امروز میخوان تاجیکستان تبلیغ کنن و رفته مادر او چاره نداره، خانه مردم مادرش اجازه داد ما نوار گرفتیم، چاره نداره بالای مادر من برین تلپوای چیکار کنه بیچاره مادرم؟ همیگه بکنه نوار. ببینین عزیزان، تاجیکای عزیز، من میگم 100% تاریختان دروغ است. شما هیچ ربطی نه با کروش نه با سروش دارین. این را من آزاد میگم، هیچ ربطی نداره. خب وقتی که من گپ گفتم پس من یک چیز را خواندم، یک دلیل دارم، یک اسناد دارم، یک فکت دارم که من میگم تو ربط نداره. یعنی این چی است که نیسته همه امنیت کجا ده ای را بران زندان کنن. شما با زندان کردن ایما تاریختون راست میشوه. خب نیسته اگه شر نر را یا طرفه کنه کشتن ایما قطعی تاریخای شما راست میشوه. راست میشوه تاریخاتون، دروغاتون راست میشوه؟ نه نمیشوه. عزیزان همین استالین باباتون، همین که تاجیکستان ساخت و یک چیز دیگر ساخت، یک شوروی ساخت، یک SSSR که ساختن قطعی بابای للیناتون، همین انسان ها، تمام انسان هایی که همین از تاریخ آگاه بدن، از تمدن آگاه بدن، از فرهنگ آگاه بدن، همش کشتن. همه همینا را کشتن، قتل کردن. آیا اون سیستمی ساختگی بابای لنین استالین تون باقی موند؟ نه. شما آدم میکشید یا آدم از زندان میکنین، از بین میبرین، اما اون تاریخ شما برده نمیتونه. برای که تاریخ باز نسل نو، نسل جدید باز می آموزن، باز میگن. اما اون نفرتی که استالین برای خودش گرفت، اون نفرتی که شوروی برای خودش گرفت، اون نفرتی که بابای همون لنین تو با ساختن SSSRش نفرتی که بخت گرفت، سببش چی بود؟ سببش کشتن انسان ها بود. اینمی کشتنی که انسان ها را میدانست کیا بدن؟ همه عالم ها را کشتن. امروز نفرتی مردم چرا بالای سر استالین، لنین و شوروی است؟ برای که انسان های میدانستگی را کشتن. شما فکر میکنین برای زندان کردن کشتن یک انسان، فکر نمیکنین که فردا نفرت نسل آینده 2 برابر بالاتون میشود؟ 1 برابر دروغتون و 2 برابر برای دروغ راست کردن آدم ها را کشتن، قتل کردن، زندان کردن تون.
برای ما عزیزان از اینی که طلبی که دارین همین طلب از حکومت کنین، قربان شما شم، از حکومتتون کنین که یا حکومتی عزیز اگر که تو در خود باوری داری، پس در تلویزیون تاجیکستان یک میدان آماده که همون جوان و با تاریخدان های ما با عالمان فیکیتون بیاید در عالم مجازی صحبت کنن، بیاین از تاریخ گپ زنن. شاید از ما را شما فهم کرده ایستاده، شاید ما در غفلت هستیم، شاید این دروغ است از ما. چرا شما شک به دروغ خود ندارین؟ اما یک انسانی که دروغ شما را میگه که دروغ است، شما بر او شک میکنین، شما میخواین او را بکشین، او را قتل کنین، او را زندان کنین. امنیت کجا است؟ نمیفهمم امنیت کجا را نگاه میکنه؟ چرا این را یک طرف نمیکنه؟ چرا این را زندان نمیکنه؟ شیرای نرا کجا دارین شما؟ چی به این را یک طرف نمیکنین؟ چی است اصلا؟ شما میخواین تاریخ خودتون با همین دروغ، الفاظای دروغ، همین با کشتن انسان ها، قتل کردن، مثل بابا استالین لنین تون میخواین دولت داری کنین؟ مثل بابا استالین لنین تون میخواین شما برای خود ملیت و تاریخ سازین که هر کس که دروغ شما را آشکار میکنه قتل شوه، زندان شوه؟ چی است اصلا؟ یه بار عقلتون نمیگیره که همین داملا جانفتای نه خیر رحیم اسفتون مرد، با نو دیگر تاریخ دانوتای چند عالم دارین، معلم دارین، پروفسور دارین و فیرات کنین. مردن نرن بیار تلویزیون تاجیکستان دا میدان آماده کنین، ما ببرم قدشون صحبت کنم در مسئله تاریخ تاجیک، بیاید صحبت کنن. و یا دلوار دیگه تو ما کینو میگیریم چیکار میکنیم؟ ای بچه دروغ است. همین کینایت که اگر که اصیل تاریخ گفته نمیشه و نشانده نمیشه دروغ است. خلاص این برای ملت فریب کنی است که ما زور بدیم و ما فلان بدیم و ما نسل سامانیم و ما پریمای نبیرای سامانیم و فرزندای سامانیم. هیچ ربطی نداره به سامانی. ما گارانتی میتم سامانی ها دیگر انسانایی بوده که از طرف خلیفی عربی عباسی ها آورده شدن، شکست خوردن، گریختن رفتن، همش گریختن رفتن. خلاص در آخر بوده که اسماعیلیه شدن سامانی ها، از طرف خلیفه عباس ها دیگر دستگیری نشید. خلاص همین خبر. از طرف قرخانی ها قرلوغا، از طرف غزنوی قرلوغا زدن، شکست دادن، گریختن رفتن، همش اسیر شدگیش اسیر شد، کشتگیش کشته شد. او یک گروه پرویتل به آورده بود. خلاص او داخل بدگی خلق هم خلق بود. یگان تد بچه سامانی هم نیستیم، بچه ساسانی هم نیستیم و یگان تد قطع سامانی ها نامدین هم اینجا اومدگی نیستین یگان تد. ولی در روز پیش هم بود که هم خدچه سعید میگو ما نسلی ما عربای، بابام عربای، ولی امروز از سعید دست شده ایستاده. اما کدام سعیدی نه، ما سعید نیستم، عرب نیستم. و فردا از سامانی هم دست میکشین اگر آشکار شود تاریخش. دست میکشین، من گارانتی میتونم در این چیز که دست میکشین. همچنانی که از عرب دست کشیدین، امروز پگاه سامانی دست میکشین. برای همین عزیزان دین، با کشتن، با قتل کردن یک انسان، من کم تر عصبی شدم. در این مسئله عصبی نشدم، از خواب خستم. واقعا بگیم یک چند تا خانه الماس روی کردیم، باز در تگش خنده کردگی الماس خانه شب ببینی پرزیدنت شوی، این خانه خیلی اساس کردن نتونست پرزیدنت بشه. من همین عصبی شدم که خانه امام علی رحمان ببین داره یک عکس شب بمون، مرد باشه امام علی رحمان بمونه که از کدام خاندان بیرون آمدگی است و چی خاندان داشته امام علی رحمان تا پرزیدنت شدن شه. من در این چیز عصبی شدم که امروز شما دارین یکدیگر را مسخره کردن، یکدیگر را پس زدن، یکدیگر را فروختن. برای ما عزیزان، با کشتن، با قتل کردن یک انسان مسئله شما حل نمی شود. دروغ با قتل کردن و کشتن پنهان نمی شود. میفهمین امیره؟ یعنی یک چیز درست فکر کنین. اگر که کسی که شما را تنقید کرد پس که دروغ گفت، پس بگین که بیست ما عالم داریم در اینجا،
پروفسور داریم در اینجا، هزارها معلم داریم در اینجا، هزارها تاریخدان داریم. بیاین یک بحثی تلویزیونی آماده کنیم، بیاین ببروین جوانو گپ زنن که چرا این پروفسورای ما نمیدونن و اینا میدونن چی است اصلا، چرا اینا پنهان کردن اینا آشکار دارن. در این مسئله ببروین ایودا عالماتون بیاریم. تلویزیون تاجیکستان داریم با نام، یک میدان آماده کنین، ما بیایم، ما گروه داریم، گروه تاریخدان داریم، ما تاریخ شناس داریم، ما شب و روز داریم بگیم تاریخ می آموزیم. شب و روز گروهی ما تاریخ می آموزه کی در کجا، حتی که چند بار طهارت کردگیش ما دلیلش داریم در کجا طهارت کردگی است. بیار برادری عزیزم، بیار تاریخدانو تا بیار بحث آزاد کنیم، آشکار کنیم و بکشاییم و ببروین مردم صحبت کنن و شما را در غفلت نبرن. شما شاید خودشناسی کنین، شما این طلبه داشته باشین که چرا در تاریخ ما یک بار شک شبهه پیدا شد، چرا در تاجیک بودن ما شک شبهه پیدا شد، چیز بود که ما نمیدانستیم، چرا ما نخوندیم این چیزا را، چرا ما عالمامون را گوش کردیم با نام عالمای فیکی را. یا کیا هستن این عالمای فیکی ما؟ آیا خودی همه عالمای ما تاجیک هستن؟ آیا خودی همه عالمای ما فارس هستن؟ یک بار در این چیز شما سوال پیدا کنید. نمیشه که برین ایرسی سیلا پودکا خاک بیارین و بعد از 100 سال بگن که نمیجه شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مقسوم محمد یوسف زی در نمیجه خواستن خاک شیدگی. 100 سال بعد دیگه مقبره بسازین در اونجا، با لوچا با بگیره تمام مزار از اونجا بکشونین و در جای او کلانترین مقبره را بسازین و ساز کنین بگین که انا اینجا بزرگان ما خواستن، اینجا عالمان ما خواستن، این اینجا خاک شیدگی هستن. همونه که مثل کوروش و سروش که مقبره کوروش در همینجا خاک شیدگی است. برادر من میگم در زمان زردشتی قبرستان وجود نداشت، نیست. دو اصول بود، یکی در میدان میموندن سگ و پشک و همو پرنده ها بودن میخوردن میرفتن و اصول دیگری میسوزوندن نابود میکردن، در آب گنگا میپرتافتن او را در آب که پاک کنه تازه کنه. نیست قبرستان. تا آمدن اسلام زردشتی ها قبرستان نداشتن، وجود نداشت قبرستان. یعنی من ایرا میگم که دلیل دارم بیارم اون کی بود یک رفته در یک جا نوار کرده من زردشتی هستم، این اینجا قبرستانی آرامگاهی کروشی کبیر است. کروشی کبیر آرامگاه نداره، نیستی چیز. خب چیزی که هست، چیزی که تاریخ هست، من دروغ نگفته ایستادم. گروه تیم ما در مسئله تاریخ ما کتاب نوشتیم، میفهمین؟ ما کتاب نوشتیم. او عبدالله جان تکیه اونو که من 3000 کتاب خوندم میگه یک کتاب نوشتگی نیست. یکی ما 3000 کتاب نخونده ایم، ما نمیگم. جمعی تیم ما شاید که کمتر خونده باشن. یکی منبعی را ما پیدا کردیم، منبعی را که خوندیم آوردیم، ما کتاب نوشته ایستادیم. الکی دیم کتابی ما به نزدیکی به چاپ میبروید تمدن و فرهنگی قرلخو. ما اینه که قصدن بریم تاجیک تاریخش بکویم، اما ما تاریخ برای خود میجویم، میکویم در کجا هست، چی هست، چی نوشتگی است. اما بعضی که مطالعه میکنیم یا همش پیدا میشه و در اینجا کیا زندگی کردن، کیها بدن، چیها میکردن، چیها میخوردن، چی لباس داشتن، چی فرهنگ داشتن، چی تمدن داشتن. ما داریم یا رو پیدا کرده ایستادیم، ذخیره کرده ایستادیم. این یکی نیست که با قتل کردن کشتن یک انسانی که جستجو داره تاریخ شما راست شود، دروغ‌های شما درست شود. نیستی چیز عزیزان. نیست یگان آدم همین را بگیره یا طرفه کنه. هست یگان آدم بیا. اگر همین با کشتن من اگر همین تاریخ دروغی راست شود، من خودم میام تاجیکستان بکش مرا و اندی هم تاریخ راست شود. یکی نمیشه با این چیز. با کشتن یک انسان، با قتل کردن یک انسان تاریخ دروغی راست نمیشه. با کشتن ما هیچ ربطی با کروش و سروش پیدا نمیکنی، هیچ راه پیدا نمیکنی که پیوست شوی با او.
میفهمی؟ با کشتنی ما هیچ رفتی تو به سامانی پیدا نمیکنی. همین چیزا رو عزیزانی که هستین انا به نظر بگیرین. همین مسئله ها را، همین دروغ ها را، همین چیزهایی که هست و همون نسل هایی که اونا بیچاره بردن کی بدونه و برای حقارت کردن بردن شنونده. و برادری عزیزم، مدنیت همی است، مدنیت و فرهنگ تاجیک همی است. حقارت است، در اونجا یگان کلمه سوز نیست. در کوچه برو بشی، من بسیار میبخشم، من این گپا را باید بگم. دو تاجیک میان یکدیگرش گپ میزنه و چای دروغگو را بگم، خواهری دروغگو را بگم، پدری دروغگو را بگم، گپی گفتگیش دویم کلمش پتویرجدنی کلمش گفت که امروسو خواهرش بگم و چش بگم. ای بچه این کلمه ای زبانی شما است، زبان تون هستی. ای رد کرده نمیتونین که جا بردین او جوانو را میبرین. ها چی در تو در عالم مجازی حقارت کردی، ما میبریم تو را زندان میکنیم، ما میبریم 10 روز تو را میشنونیم، ما میبریم تو را توالت میشونیم، ما تو را عکس میگیریم تو کوچه رفتستی، ما تو را عکس میگیریم تو خانه تازه کردستی. شما دوره خودتون رو مسخره کرده ایستادین، کسی دیگر شما رو مسخره نکرده ایستاده است عزیزان. همون مرده که مرده است، اگر که همین در تاجیکستان در خود عالم رهبریت اگر همین حقارت استفاده نشوه، خیلی بگن که ما حقارت نمیکنیم. ما قطعی دپوتاتات ششتگی، ما قطعی رئیسات ششتگی هستم، ما قطعی رهبرات ششتگی هستم. من میدانم چی گپ میزنن میانشون. میفهمی نمیره؟ نیست در کلمه تاجیکی، نیست کلمه به حقارت و چشم بگام و خواهرش بگام و کسی و چه و کسی زن به نیست، به این کلمه وجود نداره. از امام علی شروع کردگی تمام بزرگات و رئیسات و عالمات و همش نمی کلمه را استفاده میبرن، همش. چرا شما برای کلمه میبرین آدم سود میکنین در حالتی که معمولی خطون استفاده میبرده کلمه است؟ نمی یک آدم عادی بگو برادری عزیز 100 سامان داری در کارش ده، میگه چای دروغگو را بگم کو دین رسخادش کردم. یعنی اول کلمه الفاظ قبیح را استفاده میبره، بعدن میگه من رسخادش کردم یا استفادهش کردم یا فلانی دادمش یا دارو گرفتم یا در کار بود فلان جدا یا پول سویت ما دادم. و همیره میشه که بیا ما الفاظ قبیح که در تاجیکستان نیستی کلمه. برادر عزیز، کلمه دشنام قبیح فلان کنم اوچشه خواهرشه اپشه، این کلمه های تاجیکی است. یعنی معمولی روزمره استفاده میشدگی، همقدر کتابت چیدگی نیست. این را باید در جایی که از بین برین کتابت کنین، این را کتاب روی کتاب بیاره، این درست میشوه. نیست انسانی که گودک است در کوچه ببرو گودکا را نگاه که بازی کردیسته، آیا هست در داخل گودکا که خورد نمیکردگی باشه یک دیگریشه؟ یک گودک یک سنگ ایس پرتو میگه و چطور بگم تو خطا کردی این ایجا پرتو. گودک الان زبانش برآمده است، این کلمه ها را استفاده میبرن. من گفته ایستادم کلمه ها را تا که شما درک کنین که من چی را گفته ایستادم. میفهمی نمیره؟ این نرمال سخن شما است، این کلمه است برای شما، این نرمال است، معمولی روزمره از گودک سر میکنه. شما در گوهره گودک در جای الا گفتن، یک از ایدر بدروی انا مکشه بگو دختر تمه گم بگو مکشه. شما گولک در جای یک کلمه از گوهره یاد میتین. میفهمی نمیره؟ او گودک گل غیغ گفتن یاد نگرفته، شما رو حقارت یاد میتین. ولی با از کی میناله شما؟ تو امروز یک ساختار قدرتیتون معنا نداره چیکار کرده ایستاده. دوشنبه پلیس، ختلان پلیس، سوخت پلیس،
چی است اصلا؟ چی گفته ایستادین شما؟ شما که میلیسا دارین، میلیسا و پلیس و با آوردین برای میلیساتون دوچرخه‌هایی که در تنش پلیس نوشتگی است. شما نمیدونین چیکار کرده ایستادین خودتون اصلا؟ مدنیت کجاست؟ فرهنگ کجاست؟ دولتداری کجاست؟ نمیدونین شما. مرا یک تکدگی نرالش کدگی. چرا جوانو رو میبرین زندان میکنین برای کار؟ در حالت که خودتون از بالا شروع کردگی تا کودک گواره در میدان، در کوچه، نمی کوچه در رفته ایستادی، از سحر تا بگه در کوچه فر بگرد، هر یک انسان در دهنش او چت فلان کنم او چای دروغ فلان کنم، نمیدونم زن تا فلان کنم، خواهر تا فلان کنم، در خدمت حربیتون آیا نیست چیز؟ چرا از خدمت حربی شروع نکردین تازه کردن؟ در خدمت حربی یک کودک میبرین، از 24 ساعت نمیدونم زن تا فلان کنم او چت فلان کنم، خواهر تا فلان کنم، دختر تا فلان کنم، مرا اوتا بگو، مرا یزنا بگو. ندارین این چیزا؟ خودی شما تلاش دارین که جوانا را بیناموس کنین، شرف شب پایان کنین، و از طرف دیگه ما مبارزه برده ایستادیم که همین در عالم مجازی نمیدونم شان شرفی آبروی ملت تاجیک از بین بردی. برادری عزیز، اگر که در عالم مجازی آبرو حمایه میکنی، آبرو رو اول در درون حمایه کرد، نسلت حمایه کرد، فرزندت حمایه کرد. وقتی نیست، من در عالم مجازی ندیدم که انسانی که یک درست صحبت کنه. موی سر در میان ریش در نیجه. نمیفهمم شبی دراز روزی دراز حقارت داره. ای از کجا میگیره ای حقارت؟ از خوردی است. این چیز نیست که یک انسان کلان شوه حقارت کنه. برعکس انسان کلان شوه به عقل میشوه. این چیزا را باید بقپه خودش. اما او چیزی که در خون هست، گفت یا مردم بوستان غرمی که با جون میبروید. تمام این چیزا نمیشوه با محکم کردن، با زندان کردن، پیش رأی را گرفتن نمیشوه. ولی شما اما چی کردیستین؟ ولی روزها میگن بیس وایخ چوجی پوست چوجی باید. یا که نمیدونم کلینم ترا گفتم، دخترم ترا گفتم کلینم تو بشنو. یعنی چیکار کردیستین که چهار جوان میبرین روزی دراز محکم در عالم مجازی موندگی؟ خب سود کنین عالم مجازی را، خلاص محکم کنین عالم مجازی را. اما شما درون پاک کرده میتونین از این چیزا. درون او کودکی که در گوهره اوچش یاد داده ایستاده است، آتش یاد داده ایستاده است، عمش یاد داده است، خالش یاد داده است، کلمه اولی که ما دوست داریم و بگو 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 چول ما بخه بگو بگو دختر تمیگم بگو اکش همتری بگو امکش بگو دختر تمیگم امش بگو دختر تمیگم. اینا دخترای همسایه را میبینه بگو اینا را میگمت بگو. خطون یاد داده ایستادین از کودکی او را. بعد کلان شوه میلیسا سر کنه که به قپیرکی بسیار ببخشین هوایی چیش ده ایستاده است کمتر مزه هم نیست. به قپکی در عالم مجازی گپای قبی زده است. گپای قبی را از گواره یاد داده است. گپای قبی با شیر در آمدگی است در درونش. درست درک کنید، درست بفهمید. وقتی که از خوردی چیز یاد داده نمیشوه، در کوچه چیز نیست، در مکتب چیز نیست، یا در مکتباتون نیست. یا معلم ادر آوردین در خورت خروز می قپه بردین گفتین که در آبروی فرهنگ تاجیک چیکار کرده ایستادی؟ مرمتا خرمتا فرهنگ تو همی بود. در طلبه مکتب معلم در آورده همی کار کرده ایستادی. اونم طلبه چی باید شوه؟ ما خندیده ایستاده است. وقتی عالم تو نمی باشه، معلم تو نمی باشه، دیگه از کی طلب داره؟ به قبیش محکم که، به قبوش محکم که. اینا خونه ای را ببین، خونش دیوالی لایه چپه میشه و خونش در تیرزه نداره. امام علی رحمان هم خونش در تیرزه نداشت. امام علی رحمان خاله من همسایه شه.
ما میدونیم خونش چی بود، ما میدونیم زندگیش چی بود. خود امام علی رحمان با زبانش اقرار شدگی است که ما خوردنی نان نداشتیم. یعنی اینجا امام علی رحمان عیبدار نبود در اونجا، یا اینجا الماس عیبدار نیست. شرایط می آفریدگی انسان. امروز امام علی رحمان چرا اینقدر مردم غلام هستند، چرا اینقدر مردم مهاجر هستند؟ شرایط نیست. چرا یک جوان اومده است در آلمان، در پولشا، در دیگر جا بهترین ماشینا را سوار میشوه، بهترین خانه را زندگی میکنه، بهترین خوراک در خانهش است، همو کار میکنه، همو کار است، همو راندن تاکسی است. از تاجیکستان میاد در اینجا تاکسی میرونه، اما در تاجیکستان خانه میکنه، توی میکنه، معرکه میکنه، با در اینجا بهترین زندگی میکنه، بهترین لباس هم میپوشه. چرا در تاجیکستان یا تاکسی رانی کار کردن نمیتونه؟ پس شرایط است. کی آفریده استاد از شرایط؟ امام علی رحمان. اینجا این است که او جوان ناکاری است، اینجا او یکی نیست که جوان نمیتونه هیچ کار از دستش نمیوید. اینجا شرایط آفر است. گپ در سر او است که مردمی که شرایط آفرید برای مردم چی است. گپ در سر این میروه. میفهمی نمیره؟ این چیزی که نیست که نمیدونم الماس را بکشی پرابلم های شما حل شوه، استانه را بکشی مشکلی تاریخی شما حل شوه، فلانیش را بکشی مشکلی شما حل شوه. عالما را برین زندان کنین، بیزنسمنو را زندان کنین، مردم کار میآفریدگی را زندان کنین، مال ملک شب کشن بگیرین، تروریست بگین، خائن بگین، هر چیزی که عقلتون بگیره بکنین همین کارا. و در اینجا خلق عادی گناهگار که خونش بیزیب است، شرایط نداره، آو نداره، سوید نداره، این را ببین اینجا هیچ کار کردن نتونست. من میگم برادر عزیز، کار هر انسان یک رقم کار میکنه. همون تاکسیرانی که در تاجیکستان هم همین تاکسی را های میکنه، در این جمع های میکنه. چرا در اینجا شرایطش خوب است، درآمدش خوب است، در تاجیکستان نیست؟ همون کرانفچیک در تاجیکستان هم کرانفچیک است، در اینجا هم کرانفچیک است. چرا در تاجیکستان او را شرایطش بد است، چرا در دیگر دولت شرایطش خوب است؟ همون دهقان در اروپا هم دهقان است، در تاجیکستان هم دهقان است. چرا در اروپا یک دهقان بهترین کاتج و دچه و زندگی داره، در تاجیکستان یک دهقان دایم قرضدار است، دایم بیچاره گریه و ناله، آو نداریم، فلان نداریم، درختمون قوقچید، زراعتمون قوقچید، شرایط نداریم، سوید نداریم. چرا در اروپا هیچ چیزی در این شکایت ها وجود نداره؟ برای که در اروپا شرایط می آفرن برای دهقان، از دهقان حاصل میگیرن. میفهمی نمیره؟ هر دش یک آدم است، هر دش یک خیل کار میکنه. شاید دهقانای ما با زیادتر هم کار کنن از اینا دیده. دهقانای ما دستی زیاد کار میکنن، اینا هم کلگی تکنیکی کار میکنن. با برای همون در اینجا هر چیزی که بعدی که در تاجیکستان دیدی این معنای او را نداره. و شهروندای تاجیکستان و خلق تاجیکستان، جوانای تاجیکستان بد هستن نمیتونه. همه انسان میتونه، نه که او شرایطی که این حکومت برای مردم آفریده است، هر چیزی بدی را میبینی از مردم نبینید، از حکومتتون ببینید که حکومت برای شما این شرایط آفریده است. هر یک اونمو انسانی که در تاجیکستان شرایطش بد است بیار اروپا ده، یک سال بعد ببین شرایطش چی میشود. بیارش هر کدامی که بد است. این نمیره بگن که این انسان شرایطش خونه نداره، در نداره، بد است، زندگیش بد است، نمیدونم این نوبکار است، این عیب همی است. همو گناهگار بگیرین اروپا ده بیاره، یک سال مونین کار کنه، یک سال بعد ببینین شرایطش چی میشود. پس در اینجا عیب اون نیست که اون نوبکار است، عیب اون نیست که اون نمیتونه کرده، عیب حکومتی است که برای او همون شرایطی لازمی، شرایطی که برای انسان پیشرفت میکنه آماده کردگی نیست، نمیتونه. گپ در سری میروه. امروز خداتون هم مسخره کردید. هر چیزی که همین روز همین خانه الماس به من نمیدونم سر قطعی خیزم 15 تا روان کردگی است. همون خانه را که من دیدم و الماس ما در آلمان دیدگی هستم. ما در آلمان میدونم لباس، ماشین، خانه، در، زندگی
خورد و خوراک. من در آلمان دیدم چرا الماس 40 درآمد نتونست در تاجیکستان همین شرایطی که در همین 4-5 سالی که در اروپا ساخت در تاجیکستان بسازد. میفهمید؟ من در اینجا حکومت هم مسخره کردم که حکومت نابکار هستی که برای یک جوان که در 5 سال نهی شرایط داره تو در تاجیکستان آماده کرده نتونستی برای شرایطی که همین جوان در 35 سال حیاتش 2 برابر ای زیباتر خانه و زیباتر شرایط و زیباتر ماشین و زیباتر کوچه ها بسازه. امروز کار شما چی است؟ از مردم پول طلبیدن. بیاین ما پاتریوتیم ره بسازیم. کدام ره میسازی؟ او پاتریوتی شما برای ره سازی نیست. پاتریوتی شما احمقی شما است. میدونیم برای چی؟ امام علی رحمان سخنش گوش کنه. در کنگرد وقتی که راه ساختن امام علی رحمان چی گفت؟ گفت وقتی چینایی ها کردن زواد اسفالت بود کردن، یعنی راه سازی را، همون زوادا با مطابق شرطنامه ای که ما داشتیم در ما ماند. او در کی موندگی است؟ در دست اولادای رحمانوف است. او زواد باید کار کنه، راه ها را اسفالت کنه از حساب دولت. اما چیکار کرده ایستادن؟ بالای سر شما پاتریوتیسم خیزاندگی، خلق عادی گوش فروخته است، رنگ همون راغون ساختگی واری. بچهش بیچاره در روسیه مردنی کار کرده است، آورده آتش پول داده است در امو، یا از مردم پول جمع کرده گرفته استن، بالای سر مردم نامه اسفالت فروخته استن. تا زواد ویران شیدن، او زواد نمیدونم 10 سال عمر داره، با 20 سال دیگه عمر داره، نمی 10 سال 15 سال دیگه بالای سر شما اسفالت فروشی میروه. بیا راه آباد کنیم. آبادی راه زندگی ما است. درست است، آبادی راه زندگی مردم است. نیکی راه در گله حکومت است، از بودجه دولت باید جدا شود. چرا تو میخری اسفالت؟ مرد از حکومتت. امروز این احمقی است. 4 بلاگر کرا کردگی دیگر دارن که بگی بچه رکلامش که ما اسفالت فروشیم. امروز نامرد باشم زنده باشم خسر بچه امام علی رحمان تمام زوادا در دستش است. 24 ساعت از مردم پول جمع کرده استن، تبلیغ کرده استن. تکنیکا از خودشون است، همش از خودشون است. برای کرای تکنیکا پول گرفته ایستادن، همش هر چیزی که چینایی آورده بودن ماندن با مطابق شرطنامه. سخن امام علی رحمان در کنگرد سخن کردگی است. ببروید میگه جمع کنیم پولا، 1 کیلومتر 2 کیلومتر راه سازیم. اینا ما هر چی کردیم هم کردیم. انا که باقی مونده شما کنید. ما شرطنامه ما همی است که بعد از تمام کردن راه ها چینایی ها تمام اسناد و تکنیکه و هر چیزی از در ما میمانند میروند. انا و تکنیکا باید با دوامش به اویله رحمان و پول بیاره. امروز بالای سر شما اسفالت بیزنس داره. شما نخواد درک نکنید. نخواد درک نکنید. البته ارزان فروخته ایستادن برای که دیگر خریدار نیست. دیگر اونا نمیتونن اسفالت ازبکستان فروشن، نمیتونن قزاقستان فروشن، نمیتونن روسیه فروشن. او چیزی است که در داخل باید فروشن. اینمی از مردم گنگ و گلوه کرده پول جمع کرده گشته استن، شب روز تا میتن پول جمع میکنن. خدا یارت باشه عزیزان. همه وقت اگر حقیقت بقپین به منزلتون سالم میرسین. یکی که دروغ و نمیدونم قتل و کشتار و این احمقی که این زیر فریب حکومت رحمان که شما قرار دارین، امروز مثل همون راغون و مثل سهمیه بگیرین سوید میشوه، امروز اسفالت کنین زندگیتون خوب میشوه. اسفالت های شما در یگان استاندارد جهانی، در یگان استاندارد انسانی جواب نیست. در بالای خاک ریخته رفته استید. 2 سال بعد یا 3 سال بعد دورش او اسفالتتون از بین میره. اونم قدر میلیونی دادگی جمع کردگی در اولادای رحمانوف. فقط نامو بعد از قفاش میگیم که مصر میگیرین خلاص. خدا حافظتون باشه.